تصمیم گرفته بودم که محترم جماعت درباره نماز به سمع شما عزیزان گوشرس کنم که البته شکر خدا است که امروز مسجدهای جمعه خانه پر است، ولی که میشنویم که امروز نماز جمعه و آدم نهایت زیاد شد، لیکن مشاهده کرده می شود که از چندین عائله ها یا اینکه دهه هایی که در اطراف مسجد ما هستند یا اینکه گوییم خواجگی هایی که در اطراف مسجد ما هستند، اگر از هر خانه یکتاگی اگر نمازخوان آیند، این مسجد ما و شما صحنه هاش کتی هم نمی برد. محترم جماعت، معلوم می شود که آنقدر رو به سوی نماز نمی آریم ما و شما، آنقدر گفته خدا به ما و شما آنقدر اهمیت نمی دهیم. محترم جماعت، کسی که امروز مشاهده می شود که مردم از فرزندان خود نالش می کنند که فرزند من سخن من به گوش نمی کند، یا فرزند من بی آداب است، یا فرزند من چنین است و چنان است. یگان مراتبه یگان شخص من نشنیدم که آمده گفته باشد که همین فرزند من نصیحت کنید نماز خواند گفتند. حالا این که اساسی از آفرینش ما و شما این نماز ما و شما است. مقصد از آفرینش ما و شما این عبادت خدا و نماز خواندن است. محترم جماعت، این نماز خواندن یک فضیلت های بی آخری دارد که همان فرزند بی تربیه تربیتناک می کند این نماز خواندن. محترم جماعت، ضمن این گفته خود خداوند تبارک و تعالی است که خداوند مهربان می فرماید استعیذ بالله ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. حقا که نماز انسان را باز می دارد از کارهای فحش و فاحشات، از کارهای منکرات، از کارهای بد. نماز انسان را باز می دارد. انا فرزند ما و شما خواهیم که تربیه‌اش اول درست باشد، نماز خوان کنیم که بزرگوار حضرت شیخ سعدی رحمت الله علیه می فرمایند هر آن فعلی که گفتن را نشاید ز دست بی نمازان می براید. در زمانه جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک جوانی را آمده نقل کردند که این رسول خدا فلانی گفتن هم نماز میخواند و هم تمامی کارهای بد را میکند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم آیت کریمه را خواندند و گفتند ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. شما به همان جوان کاردار نشوید، دیر نگذشته نمازش همان جوان اصلاح میکند. دیر نگذشته میگن همان جوان یک انسان متقی شد، یک انسان پرهیزگاری شد که به پرهیز به هیچ شخصی به همان شخص نمیرسید. میگویند انا خواهیم که فرزندان ما و شما به سخنهای ما و شما گوش کنند، ما و شما را احترام کنند. در وقت پیریمان ما و شما به عصا شود، در وقت پیریمان ما و شما خون جگر نکند و دست ما و شما گیرد. فرزندان ما و شما بسیار نظارت کنیم که آنها نمازخوان باشند. و نمازخوانی محترم جماعت این نه که همین فرزندا خاندار شده که همش 2 تا 3 تا فرزند دارد و از دیخانه میپرسیم، از کار و فارش میپرسیم، از دیگر همه شرط و شرایط زندگی میپرسیم و اصلا از نمازش نمیپرسیم. این یک محض خطاگی هست به پدر و مادرها یا به همان پیشوا، همان رئیسی همان خاندان گوییم پیشوا، آن شخصی که به خاندان گپگزر هست، پدر هست، بابا هست، اولا باید نظارت کند که فرزندش نمازخوان باشد. نمازخوان که باشد خدا ترس می شود. نماز بردوان که خواندن گرفت البته حضور قلب پیدا می شود به همان انسان، حضور قلب پیدا می شود. خداوند تبارک و تعالی به قلب همان انسان یک مهر و شفقت می دهد که به پدر و مادر خدمت کنند. اگر ما و شما همین دیه های خود ما نظر کنیم، فرزندی که نمازخوان باشد، فرزندی که مسجد به آمدگی باشد، پدر و مادرش و توجهش نهایت زیاد است.
خدمت دیگرگون میکند پدر و مادرش. با آن فرزندی که از راه مسجد دور باشد، هزار نکنید هم که پدر و مادرش میرنجاند. چرا؟ اینکه وی بینماز است. بینماز از خدا که نترسید، از پدر و مادرش اصلا نمیترسد. از خدا که حیا نکرد، از پدر و مادر و از سایر مردم کجا حیا کنند؟ حضرت بزرگوار صاحب کتاب مسلک المتقین صوفی اللهیار ولی این ذات مبارک میفرمایند: ای مصلی، سعادت است نماز. ای مصلی، سعادت است نماز، بهترین عبادت است نماز. میگویند ای انسانی که نماز میخوانی، خوشا به حال توست. سعادت دنیا و آخرت از آن تو است برای نماز خواندن. بهترین عبادت را تو کرده ایستاده ای، این نماز است. بهترین عبادت این نماز است. بهترین عملی که در قرآن ذکر شده است این نماز است. اگر یک شخص چیزی را دوست می داشتگی باشد، در کجایی که نشیند درباره همان چیز سخن می کند. کسی اگر همین اسب دوست می داشتگی باشد، کجا بشیند؟ اگر اسبی خوب بوده است، اسبی خوب فلان جاش و نشانش می شود چنین یا چنان گفتن، از سن و سالش می گوید و چنین. خداوند تبارک و تعالی نماز را که دوست می دارد در قرآن عظیم و شان در بسیار جایها درباره نماز سخن رانده است. درباره نماز در قرآن عظیم و شان خداوند تبارک و تعالی سخن رانده است. درباره فضیلت نماز سخن رانده است. درباره وعید بی نمازها برای آن انسانهایی که نماز را ترک میکنند در بسیار جای قرآن خداوند تبارک و تعالی ذکر کرده است. درباره نماز: بحر نفسی کثیف لیل و نهار، رنجها میکشی هزار هزار. این ذات مبارک میفرمایند ای انسان، برای نفسی کثیف خودت، برای نفسی که تو را نفس چی است؟ این النفس لاماره بالسوء. حقا که نفس انسان اگر ما و شما لجام نزنیم و سردهیم، بس سوئی و بدی انسان را میکشد. برای نفسی کثیفت باشد، لیل و نهار رنج ها میکشی، شب و روز رنج میکشی. بعضی انسان های میشنویم که شب و روز مهنت میکند برای پول به دست آوردن، یا برای اینکه دهخانیش خوب شدنش شب و روز مهنت میکند. برای همان نفسی اماره اش شب و روز مهنت میکند و رنج ها میکشد. رنج ها میکشی هزار هزار، بحر نفسی کثیف لیل و نهار. از برای نماز وقتی پنج، ننیه از چی روی بر خود رنج. این انسان گفته نصیحت میکنند برای 5 وقت نماز خواندن آنقدر وقتی طولانی تو را نمیگیرد. 5 وقت نماز خواندن ما و شما اگر امروز حساب کنیم محترم جماعت، در یک شبانه روز 24 ساعت باشد، 1 ساعت وقت مایم نمیگیرد. 1 ساعت وقت مایم هم نمیگیرد این 5 وقت نماز ما و شما. میگویند تو برای نفس کثیفت لیل و نهار شب و روز حرکت میکنی، مهنت میکنی و برای 5 وقت نماز خواندن برای چی رنج نمیکشه این انسان؟ نماز اندکی رنج هم داشتگی باشد، سعادت دنیا و آخرت انسان است. نماز سعادت انسان، سربلندی انسان است در دنیا و سربلندی انسان است در آخرت نزد خاص و عام. بلکه این رنج نیست، راحتی توست، مونسی خبر و هم قیامتی توست. این انسان میگویند این 5 وقت نماز بر رنج میکشی. هنگامی که سحر میخیزی طهارت میکنی به مسجد میروی، یا سحر میخیزی از جاگه گرمت میخیزی طهارت میکنی، اندکی در نظرت رنج مینماید. لیکن تو دانسته باشی این رنج نه، برای تو راحت است اگر تو خوب بدانی. راحت است اگر خوب بدانی، مونس خبرت میشود. خبر ما و شما به یکمین چیزی که مونس میشود، چراغ میشود محترم جماعت، این نماز ما و شما. نمازی که ما و شما میخوانیم و خبری تنگ و تاریکی ما و شما اولا چراغ میشود، مونسی خبر و هم قیامتی تو.